وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رئیس ریاست بانک اوراسیایی رشد نیکولای پاتگوزوف را به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات مسائل گسترش همکاری تاجیکستان و بانک اوراسیایی رشد بررسی گردید. تاجیکستان به مسئله رشد همکاری سودمند با بانک اوراسیایی رشد از جمله در سمت جلب سرمایه و بخش‌های افضلیتناک اقتصادیات هوسمند است، تاکید نمودند پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان. از سطح همکاری دوجانبه و اقدام حکومت فدراسیای روسیه اید به تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی 5 مکتب در تاجیکستان که توسط فوند اوراسیای استواری و رشد عملی می‌گردد اظهار قناعت کرده شد. مورد ذکر است که اداره کننده فوند مذکور بانک اوراسیایی رشد میباشد. جانب‌ها ضمن ملاقات امکانیت‌های همکاری پرثمر و جلب سرمایه را برای رشد صنعت از جمله استخراج و کارکرد معدن، صنعت خوراکواری و سبک در اساس کارکرد محصولات کشاورزی از جهت اکولوژی تازه و رقم‌کنانی اقتصادیات تبادل اندیشه کردند. در بخش انرژتیک اشتراک بانک در تطبیق لایحه‌های ساختمان و تجدید نیروگاه‌های خرد و بزرگ و بنیاد خطهای انتقال برق ضرور شمرده شد. در ملاقات جانب‌ها همچنین اید به دیگر مسائل‌های مورد توجه گفتگوی سودمند صورت گرفت.